سلام به همه پدر مادرهای عزیز و نگران. توی یه دوره آموزشی دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. توی این دوره میخوایم در مورد تمرکز بچه هامون توی این دنیای دیجیتال صحبت کنیم. شاید شما هم نگران این باشید که بچه‌تون روی درساش تمرکز نداره، حواسش پرته یا مدام سرش توی گوشیه. میخوام بهتون بگم این معضلیه که امروزه همه ما باهاش مواجهیم، ولی باید به بچه‌هامون کمک کنیم که بتونن روی کارهاشون تمرکز داشته باشن. هدف این دوره کوتاه اینه که من به شما کمک کنم تا با درک بهتر این چالش بتونیم راهکارهای عملی و ساده‌ای رو برای افزایش تمرکز فرزندتون یاد بگیرید. توی این دوره اول عوامل حواس پرتی رو بررسی میکنیم، بعد راهکارهای عملی رو افزایش تمرکز رو با هم مرور میکنیم و در انتها نقش شما والدین رو میخوام توی این مسیر بگم. همراه من باشید. خب تو بخش اول میخوایم در مورد ریشه های حواس پرتی با هم صحبت بکنیم. اولیش فناوری هستش. همونطور که میبینید تو این دوره زمان همه مدام سرشون توی گوشیه. استفاده کردن از گوشی و تبلت مثل یه شمشیر دولبه است. علاوه بر اینکه میتونه یه ابزار یادگیری برای فرزندانمون باشه، میتونه باعث ایجاد حواس پرتی و عدم تمرکزشون بشه. یه مثال ساده میزنم که بهترین موضوع رو درک کنید. ببینید وقتی که بچه‌ها همش سرشون تو گوشیه، یه سری ویدیوها حالا با موزیک، صدا، تصویر تماشا میکنن، مغزشون یاد میگیره که به محرک‌ها پاسخ بده. مثل این میمونه که مثلا شما دارید کتاب میخونید، یکی یه چراغ قوه روشن کنه، این روشن رو خاموش کنه رو تو صورت شما بندازه. به نظرتون میتونید تو اون لحظه کتاب بخونید؟ دقیقاً برای بچه‌ها هم به همین شکله. یعنی این حجم از صدا و تصویری که باهاش مواجه هستن و سرشون توی گوشیه باعث میشه که کم کم حواس پرت بشن و نسبت به هر صدایی واکنش نشون بدن. به خاطر همینه که توی درساشون یا توی کارهایی که نیاز به تمرکز داره دچار اختلال میشن. آمار تحقیقات همین رو نشون داده. طبق تحقیقاتی که شده متوجه شدن هرچی فرد بیشتر سرش توی گوشی باشه حواس پرتی بیشتری داره. یه مثال ساده، دور و بر خودتون رو نگاه کنید. دیدید توی مهمونی هم که دور هم جمع میشیم، بعد از اینکه حالا غذا رو خوردن و شام رو جمع کردن، همه سرشون تو گوشی، دیگه هیچ کاری به کار همدیگه ندارن. این استفاده بیش از حد از دنیای دیجیتال عامل اصلی عدم تمرکز. علاوه بر موردهایی که گفتم، نقش محیط و خانواده هم خیلی مهمه. حالا نمیشه گفت فقط تکنولوژی، گوشی، موبایل واسه حواس پرتی بچه‌ها میشه. اگه محیط خونم نامساعد باشه، مدام جنگ، دعوا باشه، برنامه‌ریزی‌های منظم نداشته باشن، هر کسی بره بیاد، رفت و آمد زیادی داشته باشن، این هم میتونه باعث حواس پرتی بچه‌ها بشه. بچه‌ها دیگه تمرکز ندارن که بخوان بشینن سر درساشون یا بخوان یه مهارت خیلی با دقت انجام بدن. مورد سوم خواب و تغذیه است. شاید براتون عجیب باشه ولی خواب کافی و یه تغذیه مناسب هم میتونه توی تمرکز تاثیرگذار باشه. شما فرض بکنید که یه ماشینی که برای راه رفتن احتیاج به سوخت و انرژی داره، خب بنزینش تموم بشه. چه اتفاقی میفته؟ نمیتونه حرکت کنه. بچه‌ها هم دقیقاً به همین شکل هستن. اگه خواب کافی یا تغذیه مناسب نداشته باشن، انرژی کافی رو برای روز ندارن و همین باعث میشه که تمرکز کافی روی درساشون یا روی مهارت‌هایی که دارن انجام میدن نداشته باشن. پس به خوابشون و تغذیهشون خیلی توجه کنید، تغذیه مناسب داشته باشن، مراقب باشید که حتما مقدار لازم از ویتامین ها، پروتئین ها به بدنشون برسه و اگه فرزندتون توی سن مدرسه است حتما دقت بکنید که توی شبانه روز 9 ساعت مفید بخوابه. خب حالا علتهای عدم تمرکز رو بررسی کردیم. میخوایم الان یاد بگیریم که چه کاری میتونیم انجام بدیم تا این تمرکز رو به حالت قبل برگردونیم. اولین چیزی که خیلی مهم هست اینه که قانون بذارید. استفاده کردن از گوشی و تبلت باید مرزگذاری بشه. یعنی چی؟ یعنی یه تایم هایی رو توی خونه اجازه داشته باشن از گوشی استفاده بکنن و بهشون بگید مثلا توی روز شما 2 ساعت میتونی از گوشی استفاده بکنی. میتونن اینو یک جا
استفاده بکنن. میتونید تایمش رو تقسیم بندی کنید توی روز، مثلا یه نیم ساعتش رو قبل تکالیف، نیم ساعت بعد تکالیف، یا مثلا قبل شام میتونید یه رو با گوشیت بازی کنی، مرزگذاری کنید. نکته مهم اینه که اگه میخواین این قوانینی که میذارید عملی بشه و اجرا بکنن، خودتون هم به این قوانین پایبند باشید. یعنی اینطور نباشه که فقط این قانون رو برای فرزندتون بذارید و خودتون کسی باشید که مرتب سرتون تو گوشیه، برای کوچکترین مسائل، کوچکترین صحبتایی که میاد سمتتون و میخواد باهاتون صحبت کنه، باهاتون حرف بزنه، شما فرصت نداشته باشید و مدام خودتون تو شبکه‌های مجازی باشید. از خودتون شروع کنید، اعمال قانون رو از خودتون انجام بدید، متوجه میشید که بچه‌ها هم به این قانون پایبند میشن. این کاری که میتونید انجام بدید ایجاد محیط مناسبه. همونطور که بهتون گفتم تو خونه هایی که دعوا مرافع هست، بی‌نظمی های زیادی هست، رفت و آمد زیادی هست، بچه نمیتونه تمرکز داشته باشه. سعی کنید محیط رو براش مناسب بکنید که قرار فرزندتون درس بخونه، یه میز، یه صندلی، نور کافی و یه جایی باشه که سر و صدا نداشته باشه. موقعی که فرزندتون میشینه پای درسش، که خودتون دارید کار خاصی انجام میدید، استفاده میکنید از گوشی، حتما چک کنید گوشیتون سایلنت باشه و شما هم کمک کنید که این محیط براش یه محیطی باشه که بتونه تمرکز زیادی داشته باشه. سومین تکنیکی که میخوام بهتون یاد بدم تکنیک پومودورو هست. شاید اسمشو شنیده باشید، شاید به گوش خیلی هم ناشنا باشه. این تکنیک به این صورته که ما یه قانون میذاریم برای فرزندمون که 25 دقیقه بشینه درسشو بخونه، حالا یا هر کاری که قرار روش تمرکز داشته باشه، و 5 دقیقه استراحت کنه. و بعد از 4 بار که این 25 دقیقه و 5 دقیقه انجام شد، توی استراحت طولانی داشته باشه. فقط حواستون باشه بچه‌ها خیلی باهوشن، توی اون 5 دقیقه که قرار استراحت بکنید تو نموشه که سرش تو گوشی باشه، چون باز استفاده کردن از گوشی و اون اشعه ها و امواج و صداها باعث میشه مغز هی توی فعالیت باشه. ما میخوایم تو اون 5 دقیقه استراحت کامل بدیم و مغزشون استراحت بکنه، درگیر چیزی نباشه تا خسته نشه و تمرکزش رو بتونه حفظ بکنه. این 25 دقیقه هم خیلی مناسبه، نه خیلی کمه نه خیلی طولانی. چهارمین تکنیک فعالیت‌های بدنی و بازی‌های فکری هستش که میتونه خیلی به حفظ تمرکزشون کمک بکنه. من پیشنهاد میکنم که فرزندتون حتما یه ورزشی رو انجام بده به طور مداوم، حالا نه خیلی حرفه‌ای. همین بهش کمک میکنه که بدن سالم‌تری داشته باشه و بتونه به مغزش این فرصت رو بده که روی کارها بتونه تمرکز کنه. حالا علاوه بر این که فعالیت‌های بدنی و بازی‌های فکری میتونه روی تمرکزشون تاثیر بذاره، باعث میشه شاداب‌تر و سرحال‌تر باشن، چون بهش به چشم یه بازی نگاه میکنن براشون جذاب‌تر. دوستان عزیزم این دورم به پایان رسید. امیدوارم که این تکنیک ها رو حتما انجام بدید. فقط توجه کنید که بچه ها کاملا با هم متفاوتن. یعنی اگه یه تکنیک به فرزند شما جواب بده، ممکنه برای یکی دیگه اصلا تاثیرگذار نباشه. پس با آزمون و خطا سعی کنید تمام تکنیک ها رو اجرایی بکنید و اونی که بهتره رو برای فرزندتون انتخاب بکنید. امیدوارم همیشه سالم و تندرست باشید.